سلام بچه امیدوارم حال دلتون عالی باشه. اومدیم از طریق منوی آپشن بیایم ویندوز 10 اونو ویندوز 11 البته ویندوز 11 اونو ریست فکتوری کنیم. خب دوستان، برای همین کار شما باید دکمه ویندوز رو بزنید، همون قسمت که میاد یه گزینه پاور داریم. حالا من روی اون گزینه کلیک میکنم، ریستارت. خب اول که ریستارت شروع کنید شیفت رو نگه دارید، این شیفت، و روی گزینه شیفت رو نگه دارید. من شیفت رو نگه میدارم. حالا روی دکمه ریستارت کلیک میکنم و زمانی که خاموش شد شیفت رو رها میکنم. این که من الان شیفت رو رها کردم و الان لوگو توشیا برام اومد. دوستان باید این گزینه بیاد تا شما وارد اون صفحه بشید. خب ببینید که وارد آپشن شد. شما میاید وارد قسم با اینا میتونید جابجا بدید یا با این جابجا بدید و با اینتر قبول کنید یا با اون دکمه قبول کنید. حالا من با این دکمه پایین نمیرم، من با هیچ کدوم اینجا کار ندارم، میام روی پایین قسمت تلاول شوت با این دکمه تعیین میکنم. خب میاد اینجا فاکتور ریست میکنم. حالا من منتها فاکتور ریست میزنم و ازم چند سوال میپرسه که حالا به انتخاب خودتون یکی از این گزینه‌ها رو باید انتخاب کنید. شما میتونید وارد این قسمت بشید و ویندوزتون رو آپدیت کنید. منتها این کار جواب میده ولی هنگ میکنه، راستش هنگ میکنه. و بعد از این که تموم شد کارمون، لپتاپ یه چند دقیقه ریستارت میشه. من حالا نمیخوام کاری انجام بدم، یا برای خروج یا دکمه این فلشه رو میزنید یا این دکمه پاور رو میزنید. من دکمه پاور رو میزنم. میبینید که دکمه پاور رو زدم و لپتاپم رو خاموش کرده. مجدد روشنش میکنم و ببینم. حالا من این ویندوزم رو روشن میکنم. تا ویندوزم بالا میاد چند تا نکته بهتون بگم. قبل از اینکه ریست فکتوری کنید تمام دیتاتون پاک میشه، قابل بازیابی هم نیست. بعد که ویندوزتون ریست شد یکم حالا مراحل سخت و باید با وصلش کنید به خب الان باید هم شارژ داشته باشه و به کابل برق نزدیک شده باشه. خب حالا اینم تموم شد دیگه. خب دوستان، امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون باشه. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشه. خدا نگهدار.